امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کواتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنا به تحلیل وزارت معارف تاجیکستان سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس به یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند در بخش‌های شرطنامه‌ای حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه‌های تاجیکستان چندان زیاد نیست ولی قربی بلندتر دارند. پدر من شهروند روسیه است و برای همین می‌خواهم به دانشگاه‌های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است. من همراه بیبیم زندگی خواهم کرد. می‌خواهم به شعبه اندرمانی فاکولته طبی داخل شوم. امسال در نمایشگاه مکاتب عالی نمایندگان بیش از 30 دانشگاه‌های روسیه شرکت دارند. به خاطر آنکه جوانان تاجیک هرچی بیشتر به این کشور برای تحصیل بروند، این دانشگاه‌ها حاضرند تا حد طلبات خود را نسبت داوطلبان سبکتر کنند. از جمله در سطح عالی دانستن زبان روسی شرط نیست. مسئولان دانشگاه‌ها میگویند در جریان درس‌ها توسط کورس‌های مخصوص دانشجویان امکان رشد زباندانی خود را پیدا می‌نمایند. تحصیل خارجیان در دانشگاه‌های ما برای ما نشان دهنده خوب آبرو و تا حد باعث رشد است.